اسماعیل عبدیعزیز، خیلی اولا خوشحالم که شما را اینجا میبینم. من میدونم شما چقدر درد رنج کشیدید، چون شما یکی از همبندیان من بودی در داخل ایران. میخوام از طرف خودم، از طرف خانواده کانال جدید به شما و بینندگان عزیز تبریک. واقعا اینجا من امروز اشک شوق ریختم وقتی شما را دیدم کنار خانواده‌تون، چون من میدونم چه دردی کشیدی و خوشحالم. فقط میخوام ازت بپرسم اسماعیل، چی شد تو از کشور خارج شدی؟ چیزی که من شاید انتظار نداشتم، میگفتم اسماعیل میمونه، ولی بالاخره جمهوری اسلامی چه کاری واقعا با شما کرد که شما مجبور شدی خاک و وطن تو ترک کنی؟ راستش من از زندان که آزاد شدم اولین کاری که کردم اقدام کردم برای برگشت به کار در آموزش و پرورش، چون معلمی رو دوست دارم، بهش عشق می‌ورزم و 24 سال در حقیقت در آموزش و پرورش این کشور خدمت کردم. ولی متاسفانه به جای اینکه منو برگردونم به سر کار، اول دیوان عدالت اداری شکایتی که من انجام داده بودم رو رد کرد و بعد هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران که بازوی سرکوب امنیتی معلمان هستند، هیئت‌های تخلفات، من رو از آموزش و پرورش اخراج کردن. در حقیقت اینجا برعکس عمل شد، یعنی همیشه قوه قضاییه دستور سرکوب صادر میکنه، این بار دولت این کارو کرد. یعنی دولتی که ادعا میکرد میخواد که یه فرایندی رو ایجاد کنه که به تعادل برسیم، خودشون اومدن شدن بازوی سرکوب و اونها خط امنیتی رو در واقع تقویت کردن. چون پرونده من در دیوان عالی کشور نقض شده بود، شعبه 9 گفته بود در پرونده این معلم عنصر مادی جرم وجود نداره. یعنی دیگه من آماده شده بودم برای اینکه حکمی که به ناحق گرفته بودم نقض بشه و پرونده ارجاع شد به شعبه 29 دادگاه انقلاب. اما در کمال حیرت به جای اینکه قاضی تصمیم بگیره، نهاد امنیتی بهش فشار آورد و پرونده رو برگردوندن به دادسرا برای تغییر کیفرخواست. از طرفی من اقدام کردم برای اینکه مراجعه کنم به کشور آلمان و خانواده‌ام رو ببینم. متوجه شدم که در اداره گذرنامه وکیلم بهم گفت که در اداره گذرنامه بهش گفتن آقای عبدی با شکایت قرارگاه سارالله سپاه ممنوع الخروج شده و دادسرای امنیت هم اینو تایید کرد. یعنی هر آن احتمال بازداشت جدید وجود داشت. خیلی سخت بود تصمیم گرفتن، ولی در نهایت من تصمیم گرفتم برای ادامه فعالیتم به خارج از کشور بیام، در کنار خانواده که 10 سال در حقیقت ازشون دور بودم و همسر و فرزندانم این رنج دوری رو تحمل کردن و بار مشقات خانواده روی دوش اونها بود. در کنارشون باشم و در کنار مردم آزادیخواه ایران که خارج از کشور برای آزادی ایران دارن تلاش میکنن قرار بگیرم. بازم میگم خیلی خوش اومدی. برای من آخرین سوال، چون میدونم از داخل منم حس کردم، شما فکر میکنی اعتراضات، اعتصابات یا اعتراضی که اینجا میشه، حمایتی که از جنبش زن زندگی میشه، از فعالین صنفی میشه، از جنبش کارگری و معلمان میشه، میتونه تأثیری رو روند مبارزات مردم ایران داشته باشه؟ حتما همینطوره. جنبش‌های اعتراضی در پیوند با همدیگه هستن و از همدیگه تأثیر میگیرن. به نظر من جنبش معلمان در پیوند با جنبش‌های دیگه قرار داره و اعتراضاتی که به شکل صنفی برگزار میشه سطح مطالبات مردم رو بالاتر میبره و این باعث میشه که در نبرد با حاکمیت ظالمی که داره مردم رو استثمار میکنه بتونیم موفق باشیم. خیلی ممنون اسماعیل عبدیعزیز.